الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما سؤال آمده است که ما اهل توحید نمازهای جمعه را از پشت این امامان طاغوت پرست بخوانیم و بعد از پایان یافتن نماز جمعه گشت خودمان بخوانیم، یا اصلا به این مسجدها نرویم و نماز جمعه و نماز عید را چگونه انجام بدهیم از پشت این امام های طاغوت. بله، امروز برای همه اهل توحید معلوم است، ظاهر است، واضح است که دین داشتن و عمل نمودن به توحید آسان نیست. مشقت های زیاد دارد، غربت است. چخیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یک زمان به امت من می آید که القابض علی دینه کالقابض علی الجمره، کسی که به دینش چنگ زده است، دین خود را نگه می دارد، به دینش عمل می کند، گویا که در دستش لخشه از آتش را، انگشتی سوخته ایستاده را، یک آتش را در دستش گرفته ایستاده است. یعنی به خاطر دین درد میکشید، الم میکشید، میسوزید، عذاب میکشید. و این یک عذاب سخت برای اهل توحید همین است که اکثر امام هایی که امروز میبینید از جانب طاغوت گذاشته شده. این امام ها اصلا از عقیده توحید بیخبر و شب و روز خدمتشون به همین پیشرفت طاغوت است. اینها لشکران طاغوت هستند. از همین جهت اهل توحید عذاب میکشند و مشکل است مسجد هایی که امامش از اهل توحید است در همه جا پیدا کرده نمی شود. بعض شهرهای هست که در مثلا روسیه باشد یا جای دیگر باشد، شما به خاطر نماز جمعه از یک شهر به شهر دیگر رفته نمی توانید و امامی که این شهر شما هست امام طاغوت پرست است و بگوییم لشکری طاغوت است، عقیده ندارد، از توحید بیخبر است، با یک چند شکننده های اسلام واقع شده است، در بالای منبر کنستوسیه میخواند، به شرک و کفر دعوت میکند. از پشت این امام معروف است که نماز خواندن جایز نیست. این به اجماع هست که از پشت امام های طاغوت نماز خواندن جایز نیست و این همه میدونیم. چخیلی که علی ابن خدیر را سوال کردند که شیخونه حفظک الله، شیخمون الله شما را حفظ بکند، امام هایی که امروز لیبرالی هستند، دموکراتی هستند، حزبی هایی که دموکراتی هستند و باز امامی میکنند، دعوا از علمانی و دموکراتی میزنند، طاغوت پرست هستند، به شرک و کفر واقع شده از جانب عقیده و عملی دارند، از پشت اینها نماز خوانده می شود یا نه؟ شیخ حفظه الله و فک اسره گفتند که البته از پشت این چنین امام ها نماز خواندن جایز نیست. نماز باطل است، گشته باید بخونید، برای که امام شما او اصلا مسلمان نیست. شرط امامتی این است که باید مسلمان باشد. بله، این معروف است. اما نماز جمعه و نماز عید را چیکار بکنیم؟ انا اینجا خودی مسئله انا همینجا به وجود می آید. برادران میگن که اگر ما به نماز جمعه رویم، نماز جمعه را علاهیده خوانده نمیتوانیم. نماز جمعه را در این مسجدها علاهیده خواندن یک مشکلی سختی به ما ایجاد میکند. نماز عید را هم در همون مسجد علاهیده خوانده نمیتوانیم. انسان های بسیار هستیم، در یگان جای دیگر جمع شده، مثلا در یگان خانه نماز خوانده نمیتوانیم، مسجد کشوده نمیتوانیم، برای که برای اهل توحید مسجد کشودن هم جایز نیست. گویا چیکار بکنیم؟ نماز جمعه اصلا نرویم، به مسجد
این امامش طاغوت بوده اصلا نرویم، یا که رویم هم از پشت امام بخونیم یا نخونیم؟ چیکار بکنیم؟ انا همینجا از سوال. بله ما اتفاق کردیم که از پشت این امام ها نماز خوانده نمی شود، اما نماز جمعه و نماز عید را به خاطر اینکه به بین مسلمان ها داخل بشوید و به خاطر اینکه خودتون را علاهیده و تنها نبینید و به خاطر اینکه دیگر برادران مسلمانتون را در روز عید تبریک بکنید و در روز جمعه همراهش یک دیدار بینی بکنید و ایمان خود را صیقل بدهید با دیدن برادران مسلمان. در این حالت اگر شما بدانید که این مسجد زرار نیست، یعنی این مسجد را مسلمان ها پوشیده بودند، فقط امامش یک طاغوت پرست شد، اگر به مسجد روید به مانند مردم از پشت این امام اقتدا بکنید، شما البته که چیکار میکنید؟ حتما نماز خود را از گشته میخونید. حتما نماز خود را از گشته میخونید. یعنی به مختصرش بگوییم، به مسجد میروید، نماز جمعه را از عقب او میخونید، اما این نمازتون نماز نیست و این نمازتون قبول نیست، برای اون که امام طاغوتی است و این نماز خود را گشته، بارک الله فیکم، نماز ظهر میخونید. نمازتون را گشته نماز ظهر میخونید. بارک الله فیکم. به این حجت از کجاست؟ حجت از فعل سلف صالح است، امامان اهل سنت و الجماعت. سلف صالح به مانند احمد ابن حنبل رحمه الله، ابن خزیمه و از یحیی ابن معین روایت شده است که عبدالله احمد ابن حنبل در کتاب السنه ذکر میکنند، الخلال در کتاب الشریعه ذکر میکنند، السنه اینچنین ذکر میکنند، خلال در سنه ذکر میکنند، الاجری در شریعه ذکر میکنند که یحیی ابن معین از پشت همان امام هایی که قرآن را مخلوق میگفت نماز میخوندند و نماز خود را از گشته باز ظهر میخوندند. یعنی نماز جمعه را از پشت همان امامی که قرآن را مخلوق میگفت میخوندند و نماز خود را گشته باز ظهر ادا میکردند. احمد ابن حنبل رحمه الله کسانی که قرآن را مخلوق میگوید تکفیر میکردند، همون امام ها را کافر میدانستند، اما نماز جمعه را میخوندند از عقب اونها و بعد از پایان یافتن نماز جمعه نماز ظهرشان را میخوندند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته برای این امام ها خوف بود، اگر به مسجد نروند مردم میگفت امام نرفت ما هم نمیرویم، فتنه به وجود می آمد. از سبب ترس که یگان فتنه بزرگی به وجود نآید، به ناگاه اومده به قتل و کشتار شروع نشود. و بعد از این برای جمع کردن کلمه مسلمین، یعنی جماعت مسلمان ها را در حالتی بگویم یک دستگی نگه داشتن. از همین جهت میگویم که مسجد اگر مسجد زرار نباشد، مسجد را مسلمان ها پوشیده باشند، مسجد برای پیشرفت اسلام پوشیده شده باشد، برای یکتاپرستی پوشیده شده باشد، مشرکین کفار این مسجد را نپوشیده باشند، برای تفریق انداختن مسلمان ها این مسجد استفاده نشده باشد، فقط امامش یک امام طاغوت پرست به وجود آمده باشد، یک طاغوت پرست به همونجا دست یافته باشد و امام شده باشد، در این حالت به این مسجد در آمدن، در این مسجد عبادت کردن، در این مسجد برادران و خواهران نشستن و تعلیم گرفتن و تعلیم دادن و در این مسجد روزهای جمعه و روزهای عید اگر رفته قطار مسلمان ها بیستید و بعد از این نماز جمعتان را ظهر بخونید،
البته که جایز است. اما اگر ببینید بهتر و افضلش این است که اگر شما به همین مسجد نروید شما رو کسی اذیت ندید. چخیلی که سلف صالح برای چی به نماز جمعه رفتند و گشته نماز ظهر خواندند؟ به خاطر اینکه میترسیدند، برای اینکه اونها مشهور بودند. اگر به نماز نمی رفتند مشکلی سخت ایجاد میشد. اما تو که ای برادری موحدم مشهور نیستی، یک مسلمان عادی هستی، اگر به این مسجد نروی یگان فتنه به وجود نمی آید. بهتر و افضلش این است که به این مسجد ها که امامش طاغوت است در روزهای جمعه نروید. خود شما یک مسجد را، یک جماعت را تشکیل بدید. اگر توانید یک مسجد را تشکیل بدید، اگر نتوانید در یک جا جمع بشوید، هر روز جمعه خود شما نماز جمعه بخوانید. شما کم نیستید، شما زیاد هستید. حرکت بکنید، یک برادری را امام بکنید و نماز جمعه را در یکی از جایها بخوانید. بارک الله فیکم. اما دیدید که نه، این نمی شود، از جماعت هم دور شدید، به همین خاطر روید و نماز خود را از گشته خوانید. البته که این درست است، این درست است و موافق فعل سلف صالح است. بارک الله فیکم. اما من اینجا مسجد را گفتم زرار نباشد. برادرانم، امروز خیلی مردم از باب عقیده و از باب تحقیق توحید دور افتادند. از همه جانب به باب فقه وارد شدند، از همه جانب به باب کلام وارد شدند، اما باب اصل دین را، اساس دین را که انسان را مسلمان میکند و ترکش و جهلش کافر میکند نفهمیدند. جهمی ها، مرجعه ها شب و روز خواب نرفته کوشش میکنند که این مسائل، انمین بزرگ مسائل را به شما نرسانند و به شما نرسد و ما را و دیگر طالب علمان اهل سنت را تهمت میکنند تا که شما گوش هم نکنید. زیرا که این مسائل اگر بفهمید، این مسائل را وقتی که فهمیدید، شما از پشت این جهمی ها اقتدا نمیکنید، زیرا که اینها طاغوت پرست هستند. از پشت این مداخله، از پشت مرجعه و حزبی طاغوت پرست، از پشت این لشکران طاغوت اقتدا کردن جایز نیست. شما اینها را احترام نمیکنید، پس اینها بازارشان شکست میخورد، عقیدهشان نابود میشود و اهل سنت در جماعت زنده میشود. به همین خاطر اینها شب روز کوشش میکنند که مسائل به مانندی از پشت امام طاغوت نماز خواندن جایز نیست را شب روز اینها پنهان میکنند و این مسائل را که شاید رنگشان میکند. و این چنین مسجد و زرار وجود دارد. این مسائل را هم تا همین روز یک مرجع و جهمی نگفت و نمیگوید. شما از مرجع و جهمی دین اگر بگیره شما رو گمراه میکند. پس مسائل این است، مسئله این است که مسجدهایی که امروز وجود دارند به دو قسم تقسیم می شود. مسجدهایی که پوشیده شده است، مسجد الله، خانه الله، مسجدی که خاص برای زنده کردن دین، زنده کردن اسلام، زنده کردن توحید، برای دست جمع کردن مسلمان ها، برای توحید کلمه مسلمان ها و برای زنده کردن کلمه لا اله الا الله بنا شده است. و مسلمان ها این مسجد را به نیت خیر پوشیده اندو بنیاد کردند. یا امیرها، یا پادشاه های مسلمان ها، یا که خودی مسلمان ها، یا که یک خیرخواهی مسلمانی بای و بدولت این مسجد ها را پوشیده و مقصدی اساسیش بیان کردن قرآن و سنت در این مسجد است. مقصدی اساسیش بالا کردن کلمه لا اله الا الله، اعلای کلمه است، نه مقصد چیزی دیگر. این مسجد ها گفته می شود مسجد الله، این مسجد ها را گفته می شود خانه الله. و در همین مسجد ها شما وظیفه دار هستید که البته داخل بشوید. و شما فرض است که نماز جماعت رو در این مسجد ها خوانید، اگر امامش البته طاغوت پرست نباشد. اگر امامش طاغوت پرست باشد، به شما فرض است که به این مسجد داخل شوید و نماز جماعت را خودتون بخونید، نه در پشت این امام طاغوت پرست. یعنی ببینید، مسجد یک مسئله دارد، امام یک مسئله دارد. مسجد و امام از همدیگر جدا هستند. این حالت است که مسجد الله است، مسجد بهترین مسجد است، موحد باید به این مسجد درآید، اما امامش طاغوتی است. به خاطر امام شده
نماز جمعه و عیدتون رو ببینید شما حرکت میکنید که خودتون یک جماعت بشوید یا که از گشته میخونید. بارک الله فیکم. اما بارک الله فیکم، مسجد ببینید در بعضی حالت ها مسجد زیرار است اما امام خوب است. این خیلی مسجد هم وجود دارد که حالا بیان میکنیم. امام طاغوت وقتی که امام طاغوت پرست است و به نواقض واقع شده است و خودش به شرک واقع شده است و علمانی لیبرالی است، این به مسجد تعلق ندارد. شما به مسجد می‌دارید، نماز نفل میخونید، خودتون نماز میخونید، جایز است. فقط از پشت همون امام اقتدا نمیکنید. خودتون یک امام میگذارید از اهل توحید یا خود شما امام میشوید. اما در مسجد البته عبادت جایز است، زیرا که مسجدی زیرار نیست. فقط امامش بد است که امام رو ترک میکرد. اما دومین نمودی مسجد این مسجد زیرار است. مسجدی که ضرر رساننده برای امت اسلام برای چی بنیاد شده است؟ برای جمع کردن فتنه، به وجود آوردن فتنه، رخنه کردن صف اهل توحید، جدا کردن مسلمان ها و تفریقه انداختن بین اونها، برای نابود کردن کلمه لا اله الا الله، برای پست زدن عزت و شرف مسلمان ها، برای بالا کردن کلمه طاغوت. مسجد هایی که امروز کفار و مشرکین می سازند و برای فتنه اندازی امام های طاغوتی خودشان را می گذارند یا حتی امام موحد را گذارند، هم مسجد زیرار است. خیلی با خبر باشید. مسجدی که در رسی پوتین پوشید، این مسجد آیا مسجد برای الله هست یا که زیرار است؟ مسجد زیرار است. همون مسجدی که به نام در مسکو وجود دارد، بزرگ است و پوتین باز کرد، این مسجد زیرار است. به این مسجد در آمده 2 رکعت نماز خوندن هم جایز نیست. برای چی؟ برای اینکه این مسجد به خاطر آیا اعلای کلمت الله بنیاد شد؟ آیا به خاطر همه مسلمان ها را به یک صف جمع کردن کشاده شد؟ نه، بلکه این مسجد را این کفار کشادند به خاطر اینکه در همون مسجد امام های طاغوتی خودشان را مانند و به واسطه همون مسجدی کشادهشان مسلمان ها را جدا بکنند بین همدیگر، اهل توحید را نابود بکنند و عقیده مردم را باطل بکنند. این مسجد زیرار است. چخیلی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین مسجد را منافقین به واسطه یکی از کفار مشرکین به وجود آوردند. یکی از کفار یکی از مسلمان ها را سرمایه گذاری میکند، مسجد را به وجود میآورند، میسازند، امامش را یکی از جوان های موحد صحابه را امام میگذارند. یک جوانی موحد صحابه رضی الله عنه امام میشود. این جوان صحابه جوان نفهمیدند و ندانستند که منافقین و کفار همکاری کردند و این مسجد را برای به پیامبر ضرر آوردند و فتنه را آشکار کردند و بین مسلمان ها فتنه کردند ساز کردند. این صحابه نفهمیده امام شدند. الله آیت را نازل کرد لا تقم فیه ابدا، در این مسجد ابدا نماز نخوان. انا همین آیت را خوب دقت بدید. ابدا یعنی 1 رکعت هم نماز نخوان. مسجد زیبا پوشیده شد، الله به پیامبر امر کرد که ای محمد صلی الله علیه و سلم 1 رکعت هم در درون این مسجد نماز نخوان. برای چی؟ برای اینکه مسجد زیرار است. در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگوید که این مسجد زیرار صفاتش رو ببینید چی میگه. ارصاد است، مکانی که مسلمان ها را آهسته به فتنه دعوت میکند، مسلمان ها را شکار میکند و اینجا منطقه یا این مکانی جمعشوی کفار مشرکین است. لمن حارب الله میگه، یعنی همون مسجد یک مکانی هست که کسانی که دشمنی به الله رسول میکنند به همون مسجد می آیند و در همین مسجد یعنی فتنه اندازی میکنند. این مسجدی هست که برای تفریقه انداختن بین مسلمان ها بنیاد شده است. الله سبحانه و تعالی به پیامبر امر کرد که این مسجد را نابود بکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند به این مسجد 1 رکعت هم در درونش نماز نخواندند، مسجد را نابود کردند، سوزانیدند، نابود کردند و مکانی همین مسجد را گذاشت زباله قرار دادن. زباله میدونید چی است؟ یعنی پرتوگاه به زبان تاجیکی است. پرتوگاه یعنی عادتا امروز افسوس که بعضی از تاجیک‌ها زبان تاجیکی رو خوب نمیدونن، پرتوگاه رو شاید نفهمیدند. جای موسور گذاشتن، مسجد را سوزانیدند و جای همین مسجد را موسورگاه، پرتافت موسور و افلاسی قرار دادند.
اینقدر بد است مسجد الزرار، اینقدر کمر مسلمان ها را میشکند، اینقدر ضرر میآورد. این مکان برای جمع کردن طاغوت ها و جمع کردن فتنه و جمع کردن کفار و برای تفریق انداختن بین مسلمان ها و از همینجا نقشه برای جنگ کشیدن به مسلمان ها میشد. برای همین جوش را تو پرتوگو کردند. همین صحابه جوان موحده که امام شده بودند رضی الله عنه، نفهمیده امام شده بودند. حضرت عمر رضی الله عنه تا زمان حضرت عمر رضی الله عنه دیگر به هیچ جای امام شده نتوانستند. بعد از وفات پیامبر خلافت حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق اجازه ندادند به این صحابه که به یگان جا امام شود. بعد از این در خلافت دور دراز حضرت زیاده از 10 سال حضرت عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه اجازه ندادند که به این جوان به یگان جا امام شود. قوم این جوان آمدند گفتند ای عمر، این جوان خیلی حافظ قرآن است، یک جوان بینات خوب است، عالم است، اجازه بده که به ما امام شود. حضرت عمر یک چند بار انکار کردند، گفتند که این جوان خوب موحد یک روز در مسجد الزرار امام شده بود، برای همین امام نمی شود. اما وقتی که این قوم اصرار کردند رسول الله حضرت صحابه رسول الله صلی الله علیه و عمر رضی الله عنه بعد از این اجازه دادند. یعنی ببینید انسان موحد هم اگر در مسجد الزرار امام شود خطری بزرگ دارد. پس مختصری سخن ما همین است به شما ای موحدین که به کدام مسجد می دارید، در پشت کدام امام اقتدا میکنید، خوب دقت بدید که نماز شما در روز قیامت نشود که باطل باشد. به اهمیتی نکنید. این دین بازی نیست، این دین به اهمیتی نیست. برادری عزیزم به هر عمل دقت بده، نشود که این همه عمل تو برباد برود و مثل یک بازی باشد، مثل خوشگذرانی و خوشحالی باشد. نه برادرم، این عملهایی که تو میکنی این عبادت است. با دقت انجام بده که از پشت کدام امام اقتدا میکنی و این مسجدی که داخل میشوی کدام مسجد است؟ مسجد زرار است یا نیست؟ مسجدهایی که امروز طاغوت‌ها میپوشد، به مانند اینکه امروز در تاجیکستان هم در بین همون مرکز دوشنبه سبحان الله ببینید حکومت تاجیکستان یک مسجد بزرگی را میپوشد و یک امام را میآورد. این مسجد برای چی پوشیده شده است؟ برای طاغوت ها را تقویت دادن و کمر مسلمان ها را شکستن. اهل توحید نباید در این مسجد روند نماز بخوانند، جایز نیست. یا مسجدی که پوتین پوشید، یا مسجدی که دیگر کفار میپوشند. نه برادرم، شما باید در مسجدی که مسلمان ها پوشیدند اسس علی التقوی، در اساس تقوا، در اساس توحید بنیاد شده است، باید روید نماز خوانید. اما آیا این مسجد الزرار یگان روز می شود که گشته در درونش نماز خواندن جایز بشد؟ بله، وقتی که مسلمان ها کاملا این منطقه رو به زیر تصرف خود مگر درآورند، در این حالت مسجد را یک کمی تغییر میدهند، بعضی جاش رو عوض میکنند و تغییرات به وجود میآورند و در اینجا حکم الله رسول را زنده میکنند. بارک الله فیکم. این مسئله خیلی نازک است. این مسئله یک شمشیر به فرق سری جهمی مداخله لیبرالی حزبی گمراهی است، تو طاغوت پرست و صوفی قبوری رافضه است و این مسئله را خوب آموزید و عملهای خود را صحیح کنید موافق قرآن و سنت و با منهج سلف صالح و با فهم سلف صالح به پایان رسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.